تا حالا شده قلبتون یهو شروع کنه به تون تون زدن، افکارتون در هم بپیچه، اونم بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشه؟ امروز می‌خوایم با هم یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به دنیای پیچیده اضطراب و ببینیم این حس دقیقاً چیه. برای اینکه اضطراب رو بهتر بفهمیم، بیاین اول به این شاهکار هنری نگاه کنیم، باغ لذت‌های دنیوی. این تابلو خیلی خوب میتونه آشوب و سردرگمی که توی ذهن یه آدم مضطرب اتفاق میفته رو نشون بده. انگار هر گوشش یه داستان از یه دنیای شلوغ و در هم ریخته است، دقیقاً مثل فکرایی که موقع اضطراب به سرمون هجوم میارن. خب پس سوال اصلی اینه، اضطراب واقعاً دوست ماست یا دشمنمون؟ توی بخش اول میخوایم دقیقاً به همین سوال اساسی جواب بدیم. شاید باورتون نشه ولی اضطراب اصلاً دشمن ما نیست. در واقع یه جور سیستم هشدار طبیعیه، یه ابزار خیلی مهم برای زنده موندن. میدونید همون حسیه که باعث میشه برای یه امتحان مهم بشینیم درس بخونیم، یه وقتی توی یه کوچه تاریک راه میریم حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. این نقل قول به نظرم اصل مطلب رو خیلی قشنگ میگه. اضطراب دقیقاً مثل چراغ چک روی داشبورد ماشینه. بهمون نمیگه مشکل دقیقاً چیه، ولی یه سیگنال میده که هی یه لحظه وایسا، یه نگاهی به وضعیت روانی خودت بنداز. اما خب چی میشه وقتی این سیستم هشدار زیادی حساس بشه یا الکی و بدون هیچ دلیلی شروع کنه به آژیر کشیدن؟ و دقیقاً همینجاست که فرق اصلی معلوم میشه. ببینید، ترس یه واکنش به یه خطر واقعی و مشخصه. مثلا وقتی میبینید یه سنگ داره از بالا میفته. اما اضطراب بیمارگونه یه جور نگرانی دائمی و مبهمه، در حالی که هیچ تهدید مشخصی وجود نداره. خب حالا که فرق ترس و اضطراب رو فهمیدیم، بریم سراغ بخش بعدی و ببینیم این نگرانی دائمی چه شکلی خودش رو توی بدن و ذهن ما نشون میده. همونطور که این تصویر خیلی خوب نشون میده، اضطراب فقط یه حس توی کله ما نیست. نه، یه تجربه کاملا فیزیکی و تمام عیاره. یعنی کل بدن رو درگیر میکنه، از تپش قلب و تنگی نفس بگیر تا لرزش دست و مشکلات گوارشی. اگه از نظر شناختی بهش نگاه کنیم، انگار ذهن آدم توی یه مه غلیظ گیر میکنه. طرف ممکنه حس کنه از واقعیت جدا شده، اصلا نمیتونه تمرکز کنه و همش میترسه که کنترل اوضاع از دستش در بره یا یه فاجعه‌ای اتفاق بیفته. از نظر عاطفی هم اضطراب مثل یه ابر سیاه دائمیه که انگار بالای سر آدمه و ولکنم نیست. این فقط یه نگرانی ساده نیست، یه حس عمیق وحشت، یه بیقراری دائمی و این فکر که هر لحظه ممکنه یه اتفاق خیلی بد بیفته. خب این همه حس طاقت فرسا طبیعتاً روی رفتار آدم هم تأثیر میذاره. فرد شروع میکنه به دوری کردن از موقعیت‌هایی که بهش استرس میده. این دوری کردن شاید اولش یکم آرومش کنه، ولی در طولانی مدت دنیای اون آدم رو هی کوچیک و کوچیک‌تر میکنه. و در نهایت میرسیم به علائم فیزیکی. بدن انگار دائم توی حالت جنگ یا گریز گیر کرده. انگار که همیشه یه خطر بزرگ تهدیدش میکنه. این حالت آماده باشه همیشگی خودش رو با تپش قلب، تنگی نفس، سرگیجه و لرزش نشون میده. نکته مهم اینه که این علائم مختلف الکی و بیدلیل نیستن. متخصصای سلامت روان با استفاده از یه راهنما به اسم DSM-V این علائم رو توی دسته‌بندی‌های مشخصی به اسم اختلالات اضطرابی قرار میدن. این کار کمک میکنه که تشخیص و در نتیجه درمان خیلی دقیق‌تر باشه. و این لیست رسمی خیلی هم گسترده است. از ترس‌های خیلی مشخص، مثلا ترس از عنکبوت که بهش میگن فوبیای خاص، گرفته تا اضطراب اجتماعی که باعث میشه آدم نتونه با دیگران راحت ارتباط برقرار کنه، و یا حتی اضطراب فراگیر که یه جور نگرانی دائمی در مورد همه چیزه. خب برای اینکه موضوع یکم ملموس‌تر بشه، بیاین دو تا مثال خیلی مشخص رو با هم دقیق‌تر ببینیم. اولیش اختلال اضطراب جداییه. این حالت یه بخش طبیعی از رشد بچه‌ها بین 6 تا 15 ماهگیه، ولی اگه خیلی شدید باشه و ادامه پیدا کنه، اون وقت دیگه تبدیل به یه اختلال میشه. برای بچه‌ای که این اختلال رو داره، حتی فکر کردن جدایی از پدر و مادرش یه وحشت واقعیه. این ترس خودش رو با پریشونی شدید، کابوس‌های شبونه در مورد تنها موندن و حتی علائم فیزیکی مثل دلدرد قبل از رفتن به مدرسه نشون میده. خب حالا بریم سراغ اختلال پانیک. مشخصه اصلی این اختلال حمله‌های ناگهانی و خیلی شدیده که بهشون میگیم حمله پانیک. این اسلاید خیلی قشنگ این چرخه معیوب حمله پانیک رو نشون میده.
ببینید چه جوری کار میکنه؟ همه چیز با یه حس بدنی کوچیک شروع میشه، مثلا یه ذره تنگی نفس. بعد ذهن آدم این حس رو فاجعه بار تفسیر میکنه. وای نکنه دارم سکته میکنم. همین فکر اضطراب رو به اوج میرسونه و یه حمله پانیک کامل اتفاق میفته. و بدتر از همه ترس از این که این حمله دوباره تکرار بشه آدم رو توی یه چرخه دائمی از نگرانی نگه میداره. یه نکته جالبم اینه که آمارها نشون میدن بعضیا بیشتر در معرض اختلال پانیک هستن. مثلا این اختلال بین خانوم‌ها، کسایی که توی شهر زندگی میکنن و آدم‌های بین 20 تا 30 سال شایع‌تره. خب همه اینها ما رو میرسونه به این سوال بزرگ. اصلاً چرا این اختلالات به وجود میان؟ ریشه‌شون کجاست؟ واقعیت اینه که یک دلیل مشخص و واحد برای اضطراب وجود نداره، بلکه مجموعی از عوامل مختلفه که دست به دست هم میدن. از خلق و خوی ذاتی و ژنتیک آدم گرفته تا اتفاقهای استرسزای زندگی مثل طلاق یا از دست دادن یه عزیز و حتی الگوهای رفتاری که ما توی خانواده یاد میگیریم. و اما میرسیم به مهمترین نکته. اضطراب یه بنبست نیست. اینها شرایطی هستند که کاملاً شناخته شدن و کاملاً هم قابل درمانن. روش‌های درمانی خیلی مؤثری مثل درمان شناختی رفتاری یا همون CBT وجود داره که به آدما کمک میکنه این چرخه‌های معیوب رو بشکنن و کنترل زندگیشون رو دوباره به دست بیارن. پس خلاصی از این چرخه کاملاً ممکنه. و در آخر میخوایم شما رو با این سوال تنها بذاریم. شاید به جای جنگیدن با اضطراب بهتر باشه بهش گوش بدیم. اگه به اضطرابتون نه به عنوان یه نقص بلکه به عنوان یه سیگنال نگاه کنید، به نظرتون این سیگنال داره سعی میکنه در مورد زندگی، روابط و نیازهای شما چی بگه؟ ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید.